بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام به یکی از مهمترین دغدغه‌های پدر و مادرها پاسخ بدم. ما بچه‌مون رو چه مدرسه‌ای ثبت نام کنیم؟ مدرسه دولتی یا مدرسه غیر انتفاعی و خصوصی؟ من کامران صاحبی هستم، روانشناس دینی و به صورت مشخص بیش از 30 سال هست که در حوزه کودک و نوجوان دارم کار میکنم. عزیزان، یه نکته خیلی مهمی همین اول کار بهتون بگم. مطلبی رو که الان میخوام توی این ویدیو بهتون بگم قرار هنجارهای فکری شما رو من بشکنم، پس به راحتی حرف من رو قبول نخواهید کرد اول، ولی لطفاً گوش کنید، گارد نگیرید، تا آخر گوش کنید، بعد ببینید آیا اشتباه میگم یا نه. بعد اگر بالاخره بررسی کردید جو تحقیقم برید بکنید و بعد بر اساس صحبت‌های من خب بالا نتیجه گیری هم که خودتون آخر دوست دارید رو انجام بدید. حالا چه مدرسه‌ای بفرستیم؟ غیر دولتی یا دولتی؟ اگر هدفتون اینه که از نظر علمی بچه‌ها رشد کنن، یه نکته صادقانه بهتون بگم، ما توی مدارسمون و سیستم آموزشیمون دنیایی مزخرف داریم تحویل بچه‌ها میدیم، چیزهایی که تو زندگی واقعیشون هیچ کاربردی نداره. صادقانه خود شماها بفرمایید چند مرتبه تو زندگی واقعیتون از وقتی که از مدرسه خارج شدید تا همین الان که دارید صحبتهای من رو میشنوید مساحت زوزنقه رو تو زندگی واقعیتون حساب کردید؟ چند مرتبه تو زندگی واقعیتون نیاز پیدا کردید انتگرال یک عبارت جبری رو حساب کنید؟ چند مرتبه تو زندگی واقعیتون هاگ رو دیدین؟ توی مدرسه به من شما یاد دادن هاگ ها چجوری تولید مثل میکنن. اصلا هاگ چی هست؟ مگه شما دیدین که بعد بگین حالا چجوری تولید مثل میکند؟ میگیم نه دیگه، انصافا فارسی که دیگه زبان مادریمونه، اینو که دیگه باید بدونیم. خب بعد منم اعتقادم اینه، ولی سوال تو صحبتهای من واقعا تا الان از اول تا الان دنبال مسند و مسندون الیه بودین؟ دنبال مضاف و مضافون الیه بودید؟ اینا چیزایی بود که تو مدرسه به من شما یاد دادن ها. فرق قورباغه با وزغ چیه؟ سمندر نمیدونم با یکی، آقا اینا چی بود به ما یاد دادن؟ ولی بچه ما الان لاستیک ماشینشان پنچر می شود، نمیتونه پنچری ماشین رو نمیتونه بگیره، یاد نداره. بچه ها میخوان برن کار کنن، 30 سال مثلا میخوان برن کار کنن برای یک شرکتی، برای یک شخص حقیقی، واقعا هیچ اطلاعاتی از حق و حقوقشون ندارن. این حق عائله مندی چیه؟ حق مسکن چیه؟ چجوری تعلق میگیره؟ ساده ترین چیزهایی که بچه آقا میخواد بگی کارمند میخواد بشه، از 10 سال مدرسه درس خونده، 8 سالم تو دانشگاه درس میخونه، مثلا 20 سال میخواد بره کارمندم بشه. حداقل های کارمندی رو باید بدونه. توی سیستم آموزشی اینا رو آموزش نمیدن. پس اینقدر پدر و مادر رو میگید آقا نگران این هستید که بچه هامونو بفرستیم یه مدرسه‌ای که خوب قسمت علمیش پررنگ باشد. خدا وکیلی مدرسه عادی با مدرسه معمولی مثلا در ایه که تو مدرسه عادی اتحادها رو تا مثلا اتحاد 3 تا اتحاد میگن، تو مدارس دیگه 9 تا اتحاد دارن میگن، انواع اتحادهای ریاضی رو بیان میکنن. اینجا مشتق مثلا مدل اول میگن اینجا مشتق چندگانه رو هم به بچه ها دارن یاد میدن، چیزایی که حقیقتاً کاربرد ندارد. پس نکته اول اینی که دغدغه اینو داشته باشید که من کدوم مدرسه بفرستم که اینا رو بهش یاد بدن. میخوام بگم اشتباه نکنید. این اولین نکته مهم در مورد سیستم آموزشی.
حالا پدر و مادر میگن آقا باید مدرک بگیرن دیگه، بالاخره قراره برن توی همین جامعه کار کنن، مدرک همین جامعه رو ازشون میخوان، همین مدرک آموزش پرورش رو میخوان، قرار شغل داشته باشن، میگن آقا باید حداقل دیپلم داشته باشی، باید لیسانس داشته باشی. خب آقا اینا رو که میخوان دیگه، حالا که اینا رو میخوان چیکار کنیم؟ نگاه کنید عزیز، صادقانه بدون تعارف هر مدرسه‌ای بفرستید بچه‌تون نمرش رو میگیره. یعنی مدرسه معمولی بفرستید یا مدرسه تیزهوشان بفرستید بچه‌تون دیپلم میگیره. و توی جامعه دیپلم تیزهوشان باور کنید با دیپلم فلان روستای آخرین استان مثلا کشور هیچ تأثیری ندارد ها. فکر نکنید که این تفکراتیه که به ماها القا می‌کردن که نه دانشگاه فلان حتما بهتر از فلان دانشگاه هستش. شماهایی که دانشگاه رفتید درس خواندید، حقیقتا کسی از شما پرسیده کدوم دانشگاه درس خواندید؟ دانشگاه آزاد درس خواندید یا دولتی؟ یا اگر آزاد درس خواندید علوم تحقیقات بوده یا او یکی دیگه بوده؟ اگر دولتی بوده کجا بوده؟ پیام نور بوده یا حقیقتا کسی ازتون نپرسید. اینا چیزاییه که بدبختانه تو ذهن ماها فرو کردن که آقا مهمه دانشگاه فلان بهتر از دانشگاه آزاده، مدرکش اینجوریه. نه مدرک مهم است، نه معدل مهم است، نه رشته، هیچ چیش مهم نیست. شما چیزی که مثلا تهش میخواین آقا یک کلمه میگید آقا من فوق لیسانسم، همین بسه، من لیسانسم، من دیپلمم، همینقدر. هیچ کس از شما نمیپرسه معدل دیپلمت هم چنده. پس اگر دنبال بار علمی هستید بی خیال این حرفا بشید که بچه‌مو من دارم میفرستم این مدرسه بهتره، بار علمیش بهتره. واقعا هیچ کاربردی ندارد. اما نکته‌ای که خیلی مهمه، لطفاً بچه‌هاتون رو مدرسه‌ای بفرستید که 2 تا ویژگی مهم داشته باشد. 1، مهارت‌های زندگی به بچه‌تون یاد بدن. 2، دین و ایمان فرزندتون رو نگیرن از شما. حالا چه دولتی چه خصوصی اینش فرقی نمی‌کنه. مدرسه‌ای که مثلا بچه‌ها رو میبرن با خودشون یه اردویی میخوان ببرن، میگن آقا میبریم کوهنوردی. توی کوه برای بچه‌ها میگن آقا آب بیارید، غذا بیارید، غذاتون باید بالای کوه بخورید، هر کی نمیدونم این کارو بکنه اشتباه کرده. بچه میره بالای کوه با مشکل مواجه میشه، با چالش مواجه میشه. آقا این مدرسه عالی. یا بچه رو میبرن راهپیمایی، مثلا بردنش راهپیمایی، توی راهپیمایی بچه ممکنه گم بشه، بعد چالش واقعا. بعد توی اون راهپیمایی دنبال میگرده، باید دنبال مربیاش بگرده، دنبال دوستاش بگرده. این بچه داره توی جامعه بزرگ میشود، توی اون فضای رفته این اتفاق براش افتاده. مهارت‌های زندگی تو مدرسه دغدغه‌شون هستش. آقا کسی زور بهت گفت چجوری از حق خودت دفاع کنی؟ آیا بچه‌های ما بلدند از حق خودشون دفاع کنند؟ این مهارت زندگی ها. آیا بچه‌های ما اعتماد به نفس لازم را دارند؟ این مهارت زندگی. آیا بچه‌های ما مهارت نگفتن رو تو مدرسه دارن بهشون یاد میدن؟ باور کنید مدارس نمیگن به بچه پیشنهاد سیگار میدن بلد نیست بگه نه، ولی ریاضیش 20. آخه چه اهمیتی داره؟ بچه ریاضیش معمولی باشه، نمرات همه لب مرزی ناپلئونی بگیره، معدل 10-12 باشه، ولی بهش سیگار گفتن سیگار قبول نکنه، پیشنهاد دوستی با جنس مخالف مطرح شد براش قبول نکنه، وارد فضای چالشی مشکلات زندگی نشود. آخه اینا رو ما کار نداریم بدبختانه. بچه میره مدرسه درس میخونه، صادقانه هر چی بچه زرنگتر، حالا همیشه اینجوری نیست ولی غالبا اینجوریه، هر چی بچه زرنگتر بی‌عرضه تر، هر چی بچه معدل بالاتر تو سری خورتر. نمیخوام بگم همگانی ها، باز یکی بیاد بگه که آقا نه ما شاگرد اولم هست بچه ما ولی تو سری خورم نیست، نمیخوام اینو بگم، ولی واقعیتیه بچه هر چی زرنگتر بهتر از نظر معلما تو سری خورتر تو سطح جامعه هستش.
پس نکته اول کدوم مدرسه آقا بفرستیم؟ میگم مدرسه‌ای که مهارت‌های زندگی رو دارن به بچه‌ها آموزش میدهند. نکته دوم مدرسه‌ای که اعتقاداتش با اعتقادات شما همخوانی داشته باشد. شما آقا به شدت آدمی هستید که حجاب براتون اولویته، مثلا شما آدمی هستید، خانواده‌ای هستید که نماز اولویتتون هست. خب از بچه‌تون رو باید مدرسه‌ای ثبت نام کنید که این مدرسه دغدغه نماز داشته باشن، زنگ نماز داشته باشن، نماز جماعت داشته باشن، روحانی بیاد توی این مدرسه نماز بخواند. شمایی که دغدغه حجاب دارید دخترتون رو باید حتما مدرسه‌ای ثبت نام کنید که این مدرسه حجاب اولویتشه. میگه آقا اگه بچه دختر با حجاب نباشد، چادری نباشد، ثبت نام نمی‌کنیم. آقا نباید این کارو بکنیم، سخت بگیریم. نگاه کنید اون کسی که اعتقادش اینه که اصلا من دوست دارم دخترم بی حجاب باشد، خب اشکال نداره، او بره یک مدرسه‌ای ثبت نام کند که با تفکرات خودش بخواند. کسی که دوست داره دخترش مثلا بی حجاب باشد، تو مدرسه‌ای که همه محجبه هستن ثبت نام بکنه، آخه این خودش اذیت می‌شود. پس اگر می‌خواهید مدرسه خوبی انتخاب کنید، مدرسه انتخاب کنید که با باورهای شما به همخوانی داشته باشد. شما باورت خدا و دین و پیغمبر هست، پس باید مدرسه هم باورش خدا و دین و پیغمبر باشد، معلماش دینشان انسانیت نباشد. پس اینو مد نظر داشته باشید. مدرسه خوبه که یک، مهارت‌های زندگی رو به بچه‌ها آموزش بده. دو، از نظر فرهنگی، باور اعتقادی و مسائل دینی با تفکرات اعتقادی و باورهای شما همخوانی داشته باشد. یه نکته آخر بگم قابل توجه همه پدر و مادرایی که میگن آقا مدرسه بالاخره دنبال مدرسه خوب میگردن که معدل بالا داشته باشد، فلان مدرسه بره. پدر و مادرای عزیز اینو خوب گوش کنید. خانه‌های سالمندان مملو از پدر و مادرایی است که برای بچه‌هاشون، برای شکمشون، برای لباسشون، برای تحصیل و مدرسهشون تا دلتون بخواد خرج کردن. پس چرا انداختنشان پدر مادرها تو خانه سالمندان؟ چون برای دینش خرج نکردن، چون برای تربیتش خرج نکردن. دغدغش فقط این بوده که تستای کنکور خوب بزنن. دغدغش احترام به پدر و مادر نبود. دغدغش انسانیت به قول خودشان بود، دین نبود، خدا نبود. خواستم بگم در مورد مدرسه پس بدونید چی رو میخواین و چی رو دارید با چی معامله میکنید. 12 سال عمر فرزند شما قراره توی این مدرسه سپری شود، پس لطفاً جای دینش عمرش رو سپری کنید که تهش آخر عاقبت خوبی داشته باشه، نه اینکه فقط یه مدرک داشته باشه، نه سواد درست حسابی داره، نه اخلاق دارد، نه اعتقاد دارد، نه دین دارد، نه هیچ. ممنون و متشکرم. اگر دوست داشتید این فایل رو برای دیگران هم ارسال کنید. اگر میخواین بقیه فایل های ما رو هم دریافت کنید، حتما سابسکرایب کنید ما رو و دنبال کنید. ممنونم. خدا نگهدار.